تا حالا یه لحظه وایستید فکر کنید که مهمترین رابطه زندگیتون با کیه؟ شاید باورتون نشه ولی اون رابطه‌ایه که با خودتون دارید. امروز می‌خوایم بریم سراغ کتاب فوق‌العاده اول عاشق خودت باش و ببینیم چطوری میشه این رابطه رو از نو ساخت و عزت نفس رو واقعاً تقویت کرد. خب بریم سراغ یه سوال خیلی مهم. تا حالا شده حس کنید بزرگترین دشمن خودتون هستید؟ همون صدای تو سرتون که دائم داره انتقاد میکنه، نمیذاره یه قدم بردارید؟ اگه این حس براتون آشناست باید بگم که تنها نیستید. اصلاً. و ببینید این فقط یه حس و حال ساده نیست. کتاب میگه که این عزت نفس پایین ریشه خیلی از مشکلات روزمره ماست. چیزایی مثل اضطراب، استرس همیشگی، اون حس ناامنی یا نداشتن اعتماد به نفس، همشون میتونن از همین یه نقطه شروع بشن. خب پس راه حل چیه؟ کتاب یه نقطه شروع خیلی ساده ولی فوق‌العاده قدرتمند پیشنهاد میکنه. یه ایده‌ای که انگار میشه گفت فرمان اول برای هر تغییر مثبتی تو زندگیه. و اون ایده چیه؟ دقیقاً همون چیزی که عنوان کتابه. اول عاشق خودت باش. همین یه جمله سنگ بنای همه چیزه. میدونم شاید خیلی ساده به نظر بیاد ولی کل فلسفه کتاب دقیقاً تو همین جمله خلاصه شده. هر تغییر واقعی و پایداری که دنبالش هستید فرقی نمیکنه کاهش استرس باشه یا افزایش اعتماد به نفس، باید از درون شروع بشه، یعنی از رابطه‌ای که با خودتون دارید. خیلی خوب، حرفای قشنگی بود، ولی چطوری باید این ایده رو عملی کنیم؟ کتاب این مسیر رو به چند تا ستون اصلی تقسیم میکنه. اولین و مهمترین ستون اینه: قدرت رو پس بگیرید و مسئولیت زندگیتون رو قبول کنید. خب چطوری این کارو میکنیم؟ کتاب 3 کار مشخص رو برای پس گرفتن این قدرت پیشنهاد میده. اول، 100% مسئولیت زندگیتون رو به عهده بگیرید. دوم، عادت غر زدن و شکایت کردن رو بذارید کنار. و سوم، خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید. یه لحظه صبر کنید. منظور از قبول کردن مسئولیت چیه؟ این اصلا به معنی سرزنش کردن خودتون برای گذشته نیست. نه، معنیش اینه که قبول کنید شما و فقط شما قدرت این رو دارید که شرایط الانتون رو تغییر بدید. این یه نگاه قدرتمند کننده است، نه یه ابزار برای خودخوری. خب وقتی که مالکیت زندگیتون رو به دست گرفتید، قدم بعدی اینه که به درون نگاه کنیم. ستون دوم در مورد مسلط شدن به دنیای درون شماست. و اینجاست که به نظر من کار اصلی شروع میشه. کتاب خیلی روی این موضوع تاکید داره که بزرگترین دشمن ما اغلب همون صدای منتقدیه که توی ذهن خودمونه. اینجوری بهش نگاه کنید، انگار 2 صدا همیشه دارن با هم رقابت میکنن تا توجه شما رو جلب کنن. یه طرف اون منتقد درونیه که هی میگه من به اندازه کافی خوب نیستم یا آخه مشکل من چیه؟ طرف دیگه خود واقعی شماست که ارزشتون رو میدونه و میگه من ارزشمندم. تمام هدف اینه که صدای اولی رو کم کنیم و صدای دومی رو بلندتر و بلندترش کنیم. خب سوال اصلی اینه که چطوری این کار رو بکنیم؟ کتاب یه سری ابزار بهمون میده. مثلا یاد بگیریم چطور صدای اون منتقد درونی رو ساکت کنیم، کمالگرایی رو بذاریم کنار، احساساتمون رو همون جوری که هستن بپذیریم بدون اینکه قضاوتشون کنیم، و این یکی دیگه خیلی مهمه، از بازی مقایسه خودمون با بقیه بیایم بیرون. خیلی خوب، پس کنترل زندگی رو به دست گرفتیم، دنیای درونمون رو هم آروم کردیم، حالا میرسیم به ستون سوم و آخر، این که بر اساس حقیقت وجودی خودتون زندگی کنید. پیام اصلی این بخش رو میشه توی یه جمله خیلی قدرتمند از خود کتاب خلاصه کرد. دیگه بس کن، سعی نکن یکی دیگه باشی. خودت رو دقیقاً همون جوری که هستی بپذیر. این یعنی چی؟ یعنی رسیدن به اصالت واقعی. حالا این واقعاً یعنی چی؟ یعنی کارایی که میکنی دیگه برای این نیست که از بقیه تایید بگیری. یعنی دیگه خودت رو عوض نمی‌کنی فقط برای اینکه با بقیه جور در بیا یا خوششون بیاد. خیلی خوب، ما این 3 ستون اصلی رو با هم مرور کردیم، ولی چطوری این ایده ها رو بیاریم تو زندگی روزمرمون؟ بیایید ببینیم اولین قدم عملی شما چی میتونه باشه. اولین و مهمترین چیزی که باید یادتون باشه اینه: شادی یه اتفاق نیست که بیفته. شادی یه انتخابه. انتخابی که شما هر روز میتونید انجامش بدید. و دقیقاً مثل همون، عشق به خودم یه مقصد نهایی نیست که یه روز بهش برسید و تموم شه بره. نه، یه تمرین روزانه است، مثل ورزش کردن، ولی برای ذهن و روحتون.
و بهترین قسمتش چیه؟ اینه که لازم نیست منتظر یه روز خاص یا یه موقعیت عالی باشید. این سفر از همین الان، از همین لحظه شروع میشه. پس بذارید با این سوال این بحث رو تموم کنیم. با توجه به همه این حرفا، اولین و کوچکترین قولی که میتونید همین امروز به خودتون بدید تا این مسیر رو شروع کنید چیه؟ یادتون باشه همین قول کوچیک میتونه شروع یه تحول خیلی بزرگ باشه.